سلام. وقتی صحبت از اصلاح کمخونی به میون میاد، منظور ما ساخته شدن گلبولهای قرمزه. دقیقاً مثل هر ساختمان‌سازی دیگه‌ای شرایطی رو میطلبه. آیا معمار وجود داره؟ بله، اریتروپویتین نقش معمار رو بازی میکنه. آیا مصالح ساختمانی فراهمه؟ خیلی از وقتا من میبینم که اصلا بیمار داره درمان میگیره، دوز اریتروپویتین هم بالا میره، اما اصلا توجهی نشده به اینکه ذخایر کافی آهن داره یا نه، ویتامین ها و مکمل های گروه B رو دریافت میکنه یا نه. مطلب بعد، زمین مناسبی وجود داره؟ دقیقا منظورم مغز استخونه. گاهی وقتا به دلیل بیماری های اولیه مغز استخوان یا شرایط سنی یا بیماری هایی که روی مغز استخوان اثر میذارن، تعداد سلول های زایگر یا زایشی در مغز استخوان کم میشه یا عملکردشون کاهش پیدا میکنه. گاهی وقتا مثلا مسئله یه جای دیگه است، مثلا دستگاه گوارش که خونریزی های خیلی آرام و مزمن رو به راه میندازه و نمیذاره کمخونی درمان بشه. عجیب تر این که در موارد نادری نسبت به خود اریتروپویتین آنتیبادی ساخته میشه و اثر اون رو بلاک میکنه. خیلی نادره ولی گزارش شده. و دیگه اینکه محله پر سر و صدا. ما بیماری مزمن کلیه رو یه محله یا یک مکان یا محیط پر از التهاب و مدیاتورهای التهابی میدونیم و اینها مانع از این میشن که فرآیند خونسازی به درستی پیش بره. گفته بودم خدمتتون CKD یا بیماری مزمن کلیه دنیای واقعا پیچیده است. اینم یکی از پیچیدگیاشه. شب بخیر.